با شما بینندگان عزیز در استودیو برنامه نوبتی احساس افکار و رفتار. چون همیشگی در خدمت شما من هستم مریم دولت و همکار گرامی من محمودی کبیر. برنامه امروزه ما در اطراف یک احساسات یا یک عمل، یک پدیده صورت خواهد گرفت که با موضوع پیشتر ما خیلی پیوندی هم دارد. موضوع گذشته ما اگر در یادتان باشد موضوع روح افتادگی بود و امروز یکی از سبب‌های روح افتادگی، یکی از سبب‌های این بیماری وزنین که در جامعه هر سر چند وقت روی می‌دهد، در عائله‌ها، در کوچه‌ها، حتی در میدان‌ها، در صحبت‌های رسمی هم می‌شود که ما به این عمل راه می‌دهیم. این عمل تحقیر نام دارد. تحقیر چیست و چرا آن چنین خطرناک است؟ و یک چیز دیگر هم باید گفته گذاریم که تحقیر از جمله عمل‌های است که از نگاه قانون جزا دارد و هنگامی که ما در صحبت‌ها بعضا ندانسته، گویا ندانسته، ولی بعضا دانسته و قصداً به این عمل راه می‌دهیم، شخصی را تحقیر می‌کنیم، در حالت مسعود مراجعت کردن این آدم او حق دارد که ما رو به جزای گرفتار کند. و ما این گونه مثال‌ها رو هم می‌دانیم. پس باید معین کنیم که تحقیر چیست؟ چرا آن اینقدر از نگاه قانون و از نگاه روانشناسی در یک موقع جدی قرار دارد و اطراف آن خیلی صحبت‌ها زیادند. در کدام ادبیات روانشناسی اگر با این کلمه، با این مفهوم اگر که روبرو شوید اونجا چیزهای زیادی پیدا کردن ممکن است. و ما امروز قرار دادیم که اطراف این موضوع صحبت داشته باشیم، زیرا در زندگی هر روزه خود می شود که ما بعضا دانسته و بعضا ندانسته به این عمل راه می دهیم، شخصی رو تحقیر میکنیم و عاقبت اون چگونه خواهد بود؟ تحقیر این یکی از شکل‌های مناسبت ناشایسته بین آدمان است که در نتیجه آن زخم‌های روانی، زخم‌های شخصیتی به یکدیگر رسانیده می شود. آن جایی که پرجوش و خروش است، در آن جایی که زندگی است، در آن جایی که یک رقابت سختی زندگی حاضره روانه است و در آنجا البته بعضا چنین مناسبت ها می شوند که آدمان یکدیگر را تحقیر می کنند، قرب یکدیگر را پست می زنند، آبرو شأن و شرف یکدیگر را زیر فشار و بهادهی پست قرار می دهند. و چی باید کرد در چنین حالت ها و چیست و در کدام موارد کدام قدم اول را زدن و تبابت آن چه خیل هست که این زخم شخصیتی و زخم روانی برطرف شود. ما البته امروز این موضوع رو صحبت میکنیم. فکر میکنم که بینندگان گرامی حالا گوشک‌های تلفن رو گرفته به یکدیگر زنگ میزنند تا اینکه موضوع خیلی موضوعی است، هم آموزشی هست، هم موضوعی هست که یک موضوع خیلی مهم در جمعیت حاضر زمان است، چون که در بسیار دولت ها البته به شکل یک قانونی آمده است که در حالت تحقیر کنی انسان ها را، تحقیر کنندگان را به جزا میکشند و در خود روسیه سال 2012 قبول شد، در تاجیکستان 2016 قبول شد آیدی مسئله های شأن و شرف اعتباری پیشوای ملت رو حفظ کردن و همه این البته بیهوده نیست، چون که این یک آداب اجتماعی رو نشان میدهد. در مملکت های خارجی بسیار در مناسبت احتیاطکارانه رفتار میکنند تا اینکه یکدیگر رو زخم زبانی یا اینکه یگان مشکلات های دیگری بهادهی نآورند. برای این باز مخصوص یک لوجستیک، یک زبان نوی مناسبتی هم عقلی و هم احساسی پیدا شده است که در آن یکم البته آدم گذاشته می شود و شأن و شرف او، اعتبار او. اگر این خیلی گیریم یکم قانونی بگیم که برای بشریت قبول شد، البته از طرفی
شاهی زمان خواهامنیش قبول کرده شد که در آن البته کوروش کبیر اعلامیه بشریت را خواند و در آن معین نمود مناسبت ها را. پس که در خون ما در تاریخ ما این چیز دیده میشد، ما هم امروز چنین موضوع را میبرداریم که بدانند که تمام فعالیت، تمام هستی که در روی عالم است البته این در اطراف آدم چرخ میزند و آدم البته این یک ابیکت، یک سوبیکتی هست که در آن تمام هستی های بوده، تمام چیزهای آفریده شده، تمام جمعیت آدمان، پیشرفت علم و تکنیک، چی چیزی که هست البته برای آدم است. پس از این برمی باید که هست یک قانونی، هست یک مناسبتی که در آن بعضا انسان ها نفهمیده اون سرحد میگذرند و کسانی هستند که انتظاری آن همان هستند که این سرحد گذشته شود و اون کس را با چنین شکل، با چنین فرمت تحقیر کنند یا که تهمت کنند. ولی از طرف دیگر یک شخصیت، هر کسی که شخصیتی نازک داشته باشد، شخصیتی که هنوز پوره انکشاف نیافته است، شخصیتی که هنوز پوره آب و تاب نیافته است، میتواند که در چنین بگیم که عکس العمل های بگیم که تحقیر میتواند که تیز جواب دهد یا که به آنها یک عمل ناموافق اظهار کند یا ظهور کند. برای همین از یک طرف تحقیر گوییم این چیزی هست که ویران کردن سرحدی بعضی مناسبت ها، از طرف دیگر این یکی از شکل های غیر قبول تربیه شخصیت انسان است. در اکثر قانون ها ورود شدن این دوره به دوره وارد شده است و حتی در حالت های دیگر هم که آدمان میتوانند ندانسته کسی رو رنجانند، این حالت هم می شود و ما میدانیم که در مسئله آدمان معیوب چند سال اخیر کوشش کردن که عباره های رو انتخاب کنند که به عزت نفس این مردم نرسد، زیرا خود کلمه معیوب کلمه علاقه آزار دهنده است و حالا بعضا میگن که آدمان امکاناتشون محدود، حتی در حالت است که میگن آدمان امکاناتشون نامحدود، زیرا آدمانی که مثلا از دست یا پا یک نقصی جسمانی دارند بعضا با اون موفقیت های نائل میشوند که آدمان سالم نائل نشدند. از این لحاظ آنها رو بعضا آدمان امکاناتشون نامحدود هم میگویند. در امریکا مثلا نسبت آدمان فربه، از بس که اونجا کسلی فربه یکی از دردهای ملی شده است، عباره های مخصوص رو استفاده میبرند. نسبت شخصان سیاه پوست آنها رو دیگر هم سیاه پوست این کلمه استفاده کرده نمیشد، کلمه نگر استفاده کرده نمیشد، معمولا آنها رو امریکایی میگن، امریکایی که بنیادشون افریقایی است و غیر و هکذا. یعنی در هر فرهنگ کوشش میکنن که حالت های غیر اختیاری تحقیر رو کمتر کنند، از بین برند، ولی در حالتی که یک نفر قصداً تحقیر کردن میخواهد این گونه چاره ها کمک نمیکنند. اینجا راه های دیگر باید باشند و اصول های حمایه را ما باید بیاموزیم، از خود کنیم تا که هنگامی که روبروی ما چنین یک نفر بیمارگونه، چنین یک نفر بدخواه پیدا می شود، ما توانیم خود را از او حمایه کنیم. حالتی است که انسان یک حیاتی گوییم که به همه روشن، آشکارا و حیات پنهانی دارد و بسیار وقت تحقیر بیشتر از کسانی می شود که خیلی با زندگی ما و شما آشنا هستند و آنها کمبودی و برتریت شخصیتی ما و شما را می دانند. برای همین بعضا چنین می شود که در نتیجه مناسبت های بین انسانی که می توانند احساسات های منفی بالا بگیرند و بعضا از پیشروی، از دستاوردهایی که یک انسان می کند شاید کسی دیگر یک احساسات بخیلی یا که حسد یگون چی کند. برای همین همون طرف های اینتیم، طرف های که کمبودی همون انسان را کشادنش ممکن است. برای همین این را همچون تحقیر و سبب این نتیجه این آن می شود که بهادهی همون آدم از طرف شعور جمعیت پست می شود.
یک ضرب سختی که انسان ها در وقت تحقیر میگیرند، این پس شدنی نشانداد بهادهی مردم، نقطه نظر مردم نسبت به شخصیت این انسان است. البته ما گفتیم بعضی چیزهایی هستند که شاید بعضا در مناسبت های والای انسانگری بعضا میگن آدم دوست باید آینه یکدیگر باشد و هر چیزی که هست آن را باید بگوید کمبودی ها را تا که دوست دیگر آنها را اصلاح کند. لیکن با تحقیر این به شکل ناشایسته، به شکل گویم که عاموی در بین عامه، در بین مردم، در بین یک گروه گفته می شود که این البته سببی آن می شود که انسان را همون طرفی که کمبودی او است به شکلی گویم که یک غفستر و مشکلتر و بدتر نشان دادن. که این را مثلا این مثال به زبانی که روسی هیپرتروفی را وریانت میگویند در شکل مبالغه. اگر با درستتر مثال فهمیم ما میدونیم که بعضا راست گفتن، یعنی گفتن بعضی کمبودی ها در روی آدم، این گوید برای انسانی پخته، برای انسانی که شخصیتش پخته است البته این خوب است و خودش رو اصلاح میکند و در برابر این میگوید که البته این کمبودی است یا که این یک معیار یگان قانون است، یگان حقوق است، یگان چیزی است که انسان رعایت کردنش لازم است. مثلا میتواند که ما در اینجا مثال گوییم که از یک چیزی گوییم که اندکی شوخی آور، آدمی هزل کن، آدمی گوییم که مسخره باز میتواند که از آن یک چیزی کلان بسازد و آن را وقتی و میتواند به شکل پیشنهاد کند که مردم از او لذت حلاوت احساسی برند. همون وریانتی گوییم که دیگرش نشان میدهد که هر یک چیز ما اگر اندکی کج نشان دهیم احساسات میارد. از آن جمله همون هزلگویان یک چیزی را میارند که آن نیتش تربیه هست ولی انسان ها رو هم حلاوت احساسی مثلا خنده و حالت های خوشی میدهد. یا که طرف دیگر گیریم باران رحمت است، باران فایده است ولی از حد زیادی آن آفت است. مثلا هر یک چیزی که یک شکلی غیر طبیعی را میگیرد و از معیارها بیرون گفته می شود البته این میتواند که تحقیر کند و تحقیر شخصیت بیارد و ما میدونیم که هر یک انسان در باطن خود من خود شخصیت خود را دارد و البته زینه به زینه هستند. مثلا یک کسی است که شخصیت او در حدود عائله هست، یک کسی است که شخصیت او در حدود گوییم اولاد هست، یکی در شخصیت او در حدود جای کارش هست که اعتبار دارد، حدود ولایت هست، حدود گوییم که ملی هست، حدود جهانی هست. خود تصور کنید که برای همین کسی که در همون زینه شخصیت همون آدم نباشد نمیتواند که نقطه نظر خود را درست بیان کند. برای اینکه یک کس را ما فهمیم باید به زینه او ما باید برآمده باشیم تا که او رو در برابر خود ببینیم، چون که سطح او رو از پایان دیدن خیلی مشکل است. برای همین هر کس باز موافق خود، موافق زینه اجتماعی خود میتواند نقطه نظر خود را بیان کند با آن کسانی که در اون فضا هستند. برای همین تحقیر باز از طرف دیگر از گوییم که در سمت ورتیکالی آن وقت تحقیر میشد که با آن زینه نرسیده، آن زینه را ندیده میتواند که نقطه نظر خود را بیان کند. این سبب آن شود که نادرست بهادهی یا اینکه سبب زخم شخصیتی او شود. و ما میدونیم که البته بسیار کسانی هستند که در زندگی بسیار چیزا را به دست در آوردند و آنها سبب رشد جمعیت هستند، سبب امنیت و تنجی و رزق و روزی و مناسبت های خوب انسانگری هستند. مثلا ایجاد کردن یک چیزی در یک ساحه، سمت در یک ساحه. کن تصور کنید که چنین شخصان وقتی که در زیر تحقیر قرار میگیرند آنها میتوانند که از آن کار خود دست کشند و همون سیستم، همون سمت سوس شود، چون که برای یک سمت در حیات پیشروی کند چندین سال در کار است که یک کس در آن متخصص شود. بله.
اون تصور کنید که اگر که تحقیر رو میتوانند که ما حتی دیده ایستاده که بعضا رسانه های خبری خارجی رو حتی برای تحقیری مثلا ملت و دولت ما استفاده میبرند، یعنی که برای اون که میخواهند که به همون جایی ضربه زنند که آن جاسوس شود. بله. و این یک معلوم است که این یک مقصدهای باز چی است؟ مقصدهای غرضناک است. برای همین قصدن در تحقیر چیزی قصدن با شعورانه هست. یک چیزی است که آدم دانسته همین کار میکند تا اینکه همون ضربه او به همون انسان ضربه باشد که خیلی وقت به خود نآید. برای همین در مناسبت باید انسان هم از طرف دیگر انسانی که تحقیر میکند و انسانی که تحقیر میشود باید امکانات تحقیر کردن رو ندهد، اما طرف اون جاهایی که در او سستی میشن، جاهایی که مثلا میتوانند که به او ضربه بزنند باید آنها رو آشکار کند و در اون ساحه ها پیشکی چیزهای پیشگیری کند. مثلا ما میدونیم که در سطح سیاست ما امسال در انتخاب پرزیدنت امریکا دیدیم که مثلا چخیل در اون سطح بلند، در سطح حتی سیاست میتوانستند که یکدیگر رو چنین تحقیر کنند و عجیبش اون بود که این تحقیر یکدیگر رو این دو نامزد برداشت میکردند، هرچند که چهره ها دیگر میشدن، هرچند نواس، لیکن برداشت آنها رو بینید که چه خیلی خوب بود و این باعث آموزش است که ما این رو باموزیم و بینیم که در حقیقت و آینده که چنین بوده است که امریکا دولتی است که بسیار معیارهای دموکراتی و حیاتی بشریت رو معین میکند و برای اون مبارزه میبرد. تصور کنید که ما در اونجا چنین دیدیم، پس از این بر میباید که ما هم به این چیز باید چی شویم؟ تیار شویم و سری وقت جواب دادن و همون تحقیر، سری وقت اطلاعات درست دادن یا که آن را اصلاح کردن، این فکر میکنم که یکی از تبابت‌های انا همین تحقیر است. واقعا چنین است. یکمش که ما پیش از همه هرچند گفتیم که انسان خلیفه خدا است، انسان معجزه است، ولی انسان همیشه در روند کمالات است. ما به کمبودی بودن نمیتوانیم و انا همین انسان بودن خود را اگر وقتی آدم اعتراف میکند، در همان حالت وقتی که اومده به من میگن که تو میسگد کج، میگم خیر باشد، یک سگ دومکج ما در کار بود. یعنی همون رو قبول کرده توانستن است. این یک چیز است. چیز دیگری که بسیار مهم است برای که ما خود رو از تحقیر حمایت کنیم، این همون چیزی که شما گفتید، سر وقت جواب داده توانستن است. و مثلا یا که هضم کردن اون به طور دیگر. یک مثال از ادبیات پسیکولوژی من امروز به خاطرم آمد، یک پسیکوتراپیوت بسیار نامدار در حضورش یک بیمار می آید و هر چیزی که دکتر توصیه میکرد اون بیمار قبول نمیکند و در آخر به او میگه که تو دکتر نیستی، تو یک فریبگر هستی، از اوده هیچ کار نمیبری، ما این حقیقت و با روی او یک پچکه پول میپرتاید. طبیعی است که این دکتر حیران میماند، به حالت تحقیر شده گرفتار میشود، دست پا خورده میشود و جواب دادن نمیتواند. بعد وقتی که اون بیمار برآمده میرود میبیند که پولهایی که برای پوشیده است همش $1 اند، یعنی این پولها رو رهبر جمع کرده آورده است. بعد این دکتر که است خودش متخصص که است خندش میاد میگه که این بیچاره که میدونه چقدر وقت صرف کرد که این پولها رو $1 کرده برای من آورد که برای من اون رو همچون پول تنگه باشد، پول میده من، یعنی تو ارزش نداری، من پول حقی تو من همین قدر چیز است. و خود همین درد کردن همین اندیشه که این آدم مخصوص تیار دیده است که مرا رنجاند، گپ در سر هنر من نمیرود، گپ در سر اون است که این آدم میخواست مرا رنجاند و دکتر به حال خود برمیگردد میگه که و مقصدش این بوده است من حق ندارم با او امکان بدهم که این ضربه رو به من زند. من اگر پسیکوتراپیوت باشم، واقعا من طبیب باشم، این چیز رو باید خودم هضم کرده توانم و قبول کرده توانم که آدم بیمار است. هرچند در حالت اول او در حال بسیار بد گرفتار می شود تا وقتی که چشمش به این پولها نمی افتد. این بیچاره چقدر وقت صرف کرده است، این پولهاش رو $1 کرده برای من آورده است. و چنین طرز قبول هم وقتی که شما شخص تحقیر کننده رو میبینید، پیش از همه باید دونیم که مردمی که تحقیر میکنن، یکمش که مردم ترسو هستند، دویمش مردم حسود هستند و سومش مردم ناتوان هستند. از کدام جهت؟ ناتوان
از اون جهت است که آنها همون انرژی که خوبی که شخص دیگری دارد در خودشان ندارند و این با این واسطه میخوان که او رو از اون انرژی محروم کنن، از او چیزی کشیده بگیرن، از شرم او، از حیای او، از ترس او برای خودشان چیزی بگیرن. دویمش آنها به این پایه رسیدن نتوانستند، خودشان میدونن که نمیرسند و برای که به اون پایه رسیدن امکان ندارند کوشش میکنن شخص دیگری رو پایان فرارند. من مثلا از ترجمه حال اتم بابازاده میدونم که وقتی که این آدم به حد خیلی بالا برآمد، آدمانی پیدا شدن که گفتن او رو نگاه داشتن لازم که این خیلی بلند میرود و سر کردن تحقیر رو به شکل عمومی به واسطه رسانه ها، به واسطه اخبار عامه، به واسطه نشریه های هم تاجیکستانی و هم اون وقت مرکزی روسیگی و واقعا علم این آدم را آنها گرفتن نتوانستند. البته سلامتیش از بین رفت، البته این آدم بیمار شد، البته عمرش کوتاه شد، ولی همون وقت شاید این دانش‌های پسیکولوژی نبودن و روانشناسانی نبودن که با استاد همون دوره کمک کنند که این آدم از بلندی مرتبه خودشان تا چه اندازه حقیر و ناتوان بودن اون شغال‌ها رو بینند. واقعا تحقیر کنندگان به شغال‌ها مانندند که لاشخور هستند آنها. وقتی که انسان در اون مرتبه بلندتر قرار میگیرد، این چیز به او واقعا ضرر نمیرساند. خوش مثلا در ادبیات حکمتگرایی روانشناسی چیزهای بسیار عجیب هستند. یک نفر میاد یک مرد خردمند رو دشنام زیاد میدهد، اون مرد جوابم نمیدهد، بعد هم صحبتاش میگن که ای استاد چرا اینقدر گفت شما چیزی نگفتید؟ میگه که خود چیز آوردگیش گردونده خودش به دادم، من به چی گویم؟ اون سوغاتی برای خودش بود، من آنها رو نگرفتم. وقتی که آدم به این مرتبه بلندی حکمت میرسد، وقتی که همچون روانشناس خود رو میشناسد، همچون انسان مرتبه خودش رو حس کردن میبیند، واقعا این حرکت آنهایی که تحقیر کردن میخواهند بی ثمره میشود. ولی متاسفانه ما آدمای زنده هستیم و نه همیشه در همون حالت محافظتی قرار داریم. مثلا برای اون روانشناسی که گفتم چند دقیقه لازم شد که به خود بیاید و اون دلارهای $1 رو بیند و اگر که پولها شاید در شکل دیگر میبودن شاید به اون خلاصه هم برزیدی نمی آمد. و از این جهت ما باید در هر صورت ما اطرافیان خودمون رو باید بیاموزیم. و یک چیز دیگر است بسیار مهم است که وقتی که هر قدر انسان بالاتر می رود، همون قدر انگشت نماتر می شود و همون قدر حسودان در اطرافش زیاد می شوند. زیرا که بلندروی یک نفر باعث آن می شود که چند نفری که به این مرتبه نرسیدند خودشان را بسیار ناهنجار و بدبخت حس می کنند و اون حس منفی خود را با این یا اون راه می خواهند با کسی دیگری بار کنند و از این رو هنگامی که ما قدم به جای میگذاریم، مرتبه های رو پس سر کردن میخواهیم، باید این طرف مسئله رو هم باید حس کنیم، باید دانیم و در دل خودمان این حمایه رو در بیرون ساخته نمی شود. این حمایه تنها در ضمیر ما بوده میتواند که ما طبیعت آدمی رو بشناسیم که اگر که از طرف دیگر گفتن ممکن است که این یکی از راههای امتحان شاید شعور کیهان باشد که وقتی که ما به مرتبه بالا رسیدیم تا چه اندازه استوار بودن ما رو به همین واسطه شاید شعور کیهان هم سنجیدن خواهد. زیرا ما میدونیم که زندگی چون آینه است، اطرافیان آینه هایی هستند که در اونجا ما جای ضعیفی خودمون رو میبینیم و اگر از اون کسی که یک نفری مرا مثلا یا شما رو گفت که قامتتون من نمیدونم خانوادهتون من میدونم یک چیز دیگر است، وقتی که با او در اون شکل من پیشتر گفتم قبول میکنید، میبینید که خیر خداوند به من همین خیلیش داده است. خب ولی یک کس مثلا از پدر مایزاده شر میداره، وقتی که اون حالت رو قبول میکنید، پدر رو با تمام عیب‌هایش قبول میکنید، میگید بگذار همین آدم به همین بیمار گرفتار است ولی پدر من است، همین پدر رو به من خداوند داده است و اون رو همچون نعمت خداوند قبول میکنم. وقتی یک نفر دیگر شما رو تحقیر میکنه شما تحقیر نمیشوید، میگید بله و پدر من است، همین خیلی پدر من به داده است و من شکر میکنم که خدا به من همین پدر رو داده است. شاید از شرافت این پدر من چیزی یاد میگیرم، شاید صبر و تحمل یاد میگیرم، شاید خاکساری یاد میگیرم، شاید چیزهای دیگری است که با واسطه همین بیماری پدر من یاد میگیرم. در این حالت انسان از تحقیر اون ضربه خطرناک جانکاهی که ما در مثال پیشتر گفتیم نمیگیرد و اون شخص تحقیر کننده هم خیلی در این حالت شکسته می شود و برمیگردد. ولی حالتهای دیگری هم هست، حالتهای دیگری هم هست که شخص تحقیر کننده خیلی قوی است، زیرا همیشه با این تحقیر از دیگر رو قوه گرفته است، غذای معنویش همین است و در این حالت بعضا لازم است که
به شکل تحقیر کننده با اصول خودش جواب گردوندن. نه همه آدمان چون خردمندی که گفتم میتوانند با تبسم جواب گردونند. ما آدمای زنده هستیم و وقتی که یک نفر از حد میگذراند میتوانید با او با اصول خودش جواب گردونید. شرط نیست که اگر دشنام باشد دشنام کنید، ولی اون چیزی تحقیر شونده در ضمیر او هم هست، در ترجمه حال او هم هست. میتوانید او رو در همون حالت در شکل در حالت گرفتار کنید که خودش درد تحقیر را حس کند. در این حالت شاید اون شکل تحقیر کننده، اون شخصی که به این چیز عادت کرده است، اگر تربیه هم شود در این حالت تربیه می شود. زیرا میگن که اگر تو سوزن رو به کس دیگر جوالدوز به کس دیگر خلیدن، اول سوزن به خودت باید خلی که درد وای حس کنی. بعضی آدم تحقیر کننده چه بودن این درد نمیدوند و با این واسطه اگر یک نفری پیدا شود، بعضا می شود که خود آن آدم جواب گرداندن نمیتواند و در محفل میتواند شخص دیگری باشد که به او جواب گرداند تواند. که زیرا امروز اگر او مرا تحقیر کرد و من جواب گرداندن توانستم و میتواند روز دیگری به شخص دیگری همین گونه هجوم نامردانه کند و در این حالت محفل ها، محیط ها، جامعه ها برای آن لازمند که در همین حالت اگر که کار تا قانون نمیرسد بگذار یک نفر دیگر تواند که به این حرکت دائمی این آدم یک دیوار گذارد، یک سد گذارد که آدم دفعه دیگر احتیاط شود هنگامی که نفر رو گزیدن میخواد، یک کس آزار دادن میخواد. غیر از این یک چیز دیگر ما به خاطر باید گیریم که مثلا مردم ایجادکار بسیار مردم حساس هستند. ارتیست ها مثلا سرایندگان، شاعران، اینها رو تحقیر کردن برابر کودک را آزار دادن است. خیلی کار آسان است. اینها خیلی زود شکسته میشوند. و در این موردها واقعا یک نفر لازم است که آنها رو از همین حالت خلاص کرده تواند. اگر از یک روانشناس لازم باشد، از طرف دیگر یک نفر مقتدر لازم است که با اون شخص تحقیر کننده به دهن ناپاکی و سنگ زده تواند. بعضا در حالت‌های هم می شود که ما گفتیم که بهتان از تحقیر فرق دارد، ولی با واسطه بهتان هم آدم را میشکنند. زیرا تو حقیقت رو روی آب میبراری، مردم دیگر میتوانند باور کنند و بهتان هم میتواند یکی از مکانیزم ها، یکی از اصول های تحقیر باشد. برای همین وقتی که ما درباره مفهوم تحقیر صحبت میکنیم، ما باید دونیم که قشرهای آسیب پذیر در بین ما هستند و قسمت دیگر جامعه از جمله ما میدونیم که قانونی را حمایت میکند، باید با این مسئله واقعا مشغول باشند. در خارجه مثلا در این مسئله ها هر یک شخص معروف ادوکات خودش را دارد و هنگامی که یک حالت ناخوب روبرو شد او ادوکاتش را میکند، خودش با این آدمان روبرو هم نمیشود. متاسفانه هنوز ما به این درجه نرسیده، ما هنوز ادوکات ها نداریم. ما برای هر یک سراینده‌مون، هر یک شاعرمون، هر یک عالممون نمیتوانیم یک ادوکات کرو کنیم که اونها رو همیشه حمایت کرده تواند. جامعه باید همیشه هوشیار باشد که وقتی که شخص محبوب تو رو مثلا پیشوای ملت است، عالم زبردست است، صنعتکار خوب است، وقتی که او رو تحقیر میکند یک نفر، خو به واسطه رسانه ها، خو در کوچه، خو به واسطه غیبت ها و تهمت ها، باید ما نیروی داشته باشیم که اون شخص عزیز خودمون رو حمایت کنیم. جامعه باید قسمت طلایی خودش رو حمایت کرده تواند و برای این باید مردم فعال باشند. در حالتایی که چون این حالت رو میدید و یک نفر خودش را حمایت کرده نمیتواند، دست پا خورده می شود و حتی بیمار می شود، باید قوه باشد که این حالت نامنظم رو به یک تنظیم درآورد. اگر حالت می شود که ما مردم توجیه در حالت تحقیر نه همیشه به سود پروکرور مراجعه میکنیم، نه همیشه دستگاه مقتدر قانون رو به کار می دراریم، ولی بگذار که شخص دیگر این کار کند. بگذار در اون اولاد پدر یا مادر یک نفر دیگر باید باشد که همین عمل رو تحریک دهد. وقتی که شخص تحقیر کننده رو جزا میدهد، واقعا شخص تحقیر شده تو اندازه تسکین مییابد. اون ضربه روانی جانکو خیلی خیلی پستر می شود و انسان خودش رو بهتر حس میکند وقتی که میبینی که اون طرف جزای خودش رو گرفت و جامعه دیدن که واقعا اون هنگام عمل کردنش کارش نادرست بود. و من گمان میکنم که هنگامی که ما در اطراف مهم مفهوم تحقیر صحبت میکنیم، یکی از واسطه های حمایت شخص تحقیر شونده آن همین بپا خستنی جامعه است. تحقیر از طرف نزدیکان می شود. برای که انسان یک شخصیت شود، تمام اولاد، تمام شناسته خشتباران او در این دست دارند. بله. وقتی که به یک زینه میآید و خودش امکانات
таҳқир шуданро медиҳад, яъне ки афзалияти худро, бартарияти худро, манмании худро вақте зиёд мекунад, албатта мардум ягона чизе ки наздикони ӯ ё касоне ки бо ӯ муошират муносибат доранд, ягона роҳе ки ӯро дар ҷояш бишинонанд, ин ана ҳамин истифодаи нуқтаи назари мардум аст. барои ин баъзан худи инсонҳо имконот медиҳанд ки зери таҳқир, ҳамон таҳқиршаванда имконот медиҳад ки таҳқиркунандаҳо пайдо шаванд. Вақте ки одоб ё ки одобро риоя намекунад дар муносибат, худаша баҳои баланд медиҳад ва мутакаббир мешавад, ё ин ки мисол ҳолатҳое мешавад ки мехоҳад ки дар бораи ӯ бисёртар донанд ва иттилоъотҳои гуногун дар атрофи худ паҳн мекунанд. Албатта ин сарчашмаи ҳамаи ин ки муносибатҳои таҳқиромез, ин албатта беадолатист аз тарафи таҳқиршаванда. баъзе ҳолат имконот медиҳад ки беадолатӣ мекунад ки ин сабаба шудан мумкин аст ва ин мо баъзан ба ин ҳатто ки нуқтаи назари ҷомеа устувор мемонад. Дар ин тарафи дигар ин одамони гуногуне ҳастанд ки ба таҳқир аксуламал реаксия мекунанд, гуногун реаксия мекунанд. масалан мо мебинем ки барое ки таҳқир кунанд ва ӯро аз ҳолаташ беҳолат кунанд ва сабаби он шавад ки кашиҳои судӣ кунанд, бисёр вақт масалан мо дар телевизион ба наздикӣ дида будем вазири корҳои дохилии Украина ва мери шаҳри Одесса Аваков қати Саакашвили, ки дар натиҷаи сухангӯӣ ду одами эҳсоси баланд дошта ки аз Қавқозанд, Аваков армянин гирифта ба тарафи грузини Саакашвили як стакони обро партофт. Тасаввур кунед ки ин дар вақти сухангӯӣ таҳқир аксуламали ҷисмӣ дод. Одамоне ҳастанд ки ҷисман аксуламал мекунанд, яъне ки барои ҳамин вақте ки он ҷисман шуд, одамони чунин дараҷаро, дараҷаи болоро ин шоиста нест ки чунин аксуламали оммавӣ публикӣ кунанд. Дуюм аксуламали эҳсосӣ аст. одамони эҳсосӣ, чунони шумо гуфтед, эҷодкорон ки эҳсосӣ ҳастанд, онҳо метавонанд ки ба рӯҳафтодагии сахт гирифтор шаванд, онҳо метавонанд бемор шаванд, онҳо метавонанд худашонро гум кунанд. Дар ин ҳолат ҳатто ки баъзан мо дар оилаҳо мебинем ки аз тарафи одамони калони хона масалан таҳқир мешаванд келинчаҳо, масалан ё ки касоне ки нав кор ҳастанд дар тарафи дар корхонаҳо, дар коллективҳо, онҳо тез ба ҳамун аксуламали эҳсосӣ дода мешаванд. масалан одами калона тарбия ки мекунӣ, кӯдак бошад, як химча калонтар шуд аз сиёсати эҳсосӣ, боз ақлаш даромад ба ақл фаҳмондан, вале вақте ки шахсият шуд, албатта шахсияташа тарбия мекунанд ва яке аз воситаҳо ана ҳамин аст ки то камбудиҳои шахсиёро нишон додану онҳоро ислоҳ кардан, ё ин ки нишон додан ки метавонем ки ана ҳамин чиза ба ту кунем агар ту ислоҳ нашавӣ. яъне инҷо таҳдид бояд бошад. Таҳдид бояд бошад. Тасаввур кунед ки аксуламал бо мешавад аксуламали ақлӣ. Тез инсон меистад ва ҷавоб мекобад ба ин. Чил кунад ки ҳолатро ана ҳамин гӯем ки вируси таҳқирро чӣ тавр антивирус бисозад ва онро бартараф кунад. Албатта ҳолате аст ки инсонҳо аксуламали равонӣ мекунанд. Равонӣ ин фарҳанги болои худа нишон медиҳанд ё ки беадабии худа нишон медиҳанд. Дар ҳар ду ҳолат фарҳанг яке аз он муайянкунандаи рафтори инсон дар ин ё он ҳолат ҳаст ва метавонанд ки аслӣ будани оригинал, аслӣ будани ҳамон инсони фарҳангиро нишон медиҳад. Ва албатта баъзе ҳолат мешавад ки таҳқир иҷтимоӣ мешавад. Аз кор пеш кардан ё ки моҳона надодан ё ки даромаду неъматҳои зиндагиро дар ӯ суст кардан, тарафҳои иқтисодии ӯро бастан, ҳама ин ҷавоби аксуламали одамони иҷтимоӣ мешавад ки баъзан мо дар муносибатҳои албатта иҷтимоӣ мебинем.
البته با میشه طبیعت انسان میتواند و البته تحقیر میتواند عکس العملی ارثی بدهد، عکس العملی معنوی بدهد که چون این آدمان تمنای بد نسبت به همان تحقیر کننده میکنند با شکل دعا، یکی دعای مرگ. برای همین حتی در فرهنگ ملی دینی ما هم آمده است که در چنین حالت انسان میتواند که قصد گیرد، میتواند که طلب کند همون گوییم که حفظ حقوق خود رو، یا اینکه مثلا یکون عکس العملی کند که سبب باز برقرار شدن شخصیت او شود. ولی بسیار وقت مردم ما خوب میگن توکل کنیم خوبتر است، یعنی که به خدا سپاریدن. وقتی که میبینیم که اصلاح نمیشه، وقتی میبینیم که حالتایی میشد که البته انسان در این یا آن حالتا گرفتار میشد، بس هم خوبش مردم ما که زینه معنویات است به خدا میسپارند و این رو گویا که به قیامت میمانند، که در قیامت سبب آن عدالتی که در آنجا هست گویا که همون رو میخواهند که در آنجا باز برتریت و نادرست بودن آن کس را نشان داد، برتریت خود را نشان دهد. بله واقعا چنین است. در مسئله اولا یک چیز دیگر من میخواستم بگم که مثلا یک اصلاحی که ما داریم تو در شکل قانون هم شده است، خشونت خانوادگی. در خشونت خانوادگی هم یکی از اصولهای با وجود آوردن همین خشونت، زورآوری در عائله، این همون تحقیر است. و اگر که در مثلا جایهای جمعیتی، اون چیزی که ما گفتیم در اینجا آدمان تا اندازه برابر هستند، از نگاه اقتدار، از نگاه نیرو، از نگاه نمیدونم مرتبه ها، مثلا عالم میتواند عالم تحقیر کند، یا شاعر میتواند، یا یک خواننده میتواند شاعر تحقیر کند که شعر خوب ننوشته و غیره و کذا. آنها تا اندازه برابر هستند. ولی در خاندان تحقیرها در حالت روی میدهند که شخص تحقیر شونده از نگاه نیرو با شخص تحقیر کننده برابر نیست. ما بسیار وقت می شود که مردم مثلا زنان رو تحقیر میکنند، معمولا همین شکل است و اینجا تحقیر کردن یکی از سبب خوش ریشه آن است که میخواهد او رو همیشه زیر نظارت خودش نگاه دارد. شما گفتید که مثلا عروسای خانه‌دان وقتی که کار خانه نمیدونن به اون درجه که این خانه نو است برای آنها میتونن آنها رو تحقیر کنن. بگذار عروس خانه‌دان فرزند خانه‌دان است ولی فرزند نو آمده است، بعضا ما نسبت فرزندای خودمون تحقیر رو میدیم و خودمون حس نمیکنیم و اون کودک رو با همین تحقیر که از کودکی مثلا یگان عضوش من نمیدونم، شاید گوشش لخه است، من نمیدونم، شاید بینیش در روز است، خب یگان چیزی خصلت یک چیزی داره، یگان خصلتش برای ما معقول نیست، نمیدونم حتول کور است، سست حرکت میکند، یگان چیز دیگری دارد که برای مثلا پدر یا مادر معقول نیست و هر زمان با او این چیز رو خاطر رسان میکنن و با واسطه تحقیر رشد فرزند رو باز میدارن. حالا که این خصلت، این ویژگی مخصوصی است، اون رو اصلاح کردن نمیتواند. مثلا اگر به مویش زرد باشد و هر زمان زرد گفته اگر تنقید کردن گیرن، تحقیر کردن گیرن، خب یک کلان شاید موش سیاه میکند، ولی در کودکی وای نمیدونه با اون موی سیاه چیکار کنه، موی زرد چیکار کنه، با اون گوشو که برای دیگران معقول نیستن، معمولی نیستن، غیر مقرر مینامه، با اون گوشو چیکار کنه و نمیتواند مثلا رنگ چشمش رو دیگر کند اگر چشمش زرد باشد یا کبود باشد، در اون خانه‌دان چشم کبود معمول نباشد، معقول نباشد. بسیار چیزهایی هستن که ما خودمون بعضا حس نمیکنیم و این خصلت کودک رو وقتی با مخصوصیت کودک رو وقتی که او رو مخصوص تاکید میکنیم با بهای منفی، اینم تحقیر است و این تحقیر بسیار سخت هم است و نظر به تحقیر دیگر این خیلی خطرناک است از اون جهت که تحقیر شونده کودک ما خودش رو از ما حمایت کردن نمیتواند و اون با این چیز باور میکند که او شخص ارزشمند نیست، فقط به خاطر اینکه رنگ چشمش دیگر است، فقط به خاطر اینکه رنگ مویش دیگر است و خیلی وقت لازم میشود برای در آینده که او خود را از این حالت حقارت دیده است، حالت حقیری برو بردارد و خودش را شخص کامل زمان حس کرده تواند و شاید هرگز حس کرده هم نتواند، زیرا این رو پدر و مادر گفتن و او باور میکند. عیناً همین خیلی تأخیر نسبت مردم چیز بسیار خطرناک است. ما مثلا زمانی رو میدونیم که یک دوره در ولایت سوخت در بین مردم خودکشی خیلی زیاد شد. آنجا تحقیرها این موقع اجتماعی مردم صورت میگیره وقتی اینجا رو تحقیقات بردن. بله این مردم وقتی که از نگاه مبلغ
همون وقت سرپول نبودند ولی خرجات اویله بود، مثلا توی میکنن یگو معرکه میگذرونن و یا مادرش یا خواهرش یا همسرش وقتی که هر زمان میگه چه خیلی مرد هستی که اون مردی همسایه معرکه گذرون من فلان چه توی بچه توی کرد بچه تو فیک شده است تو باید توی نمیکنی. اینم تحقیر است، اینم تحقیر خیلی سخت است و با این تحقیر اون مرد هم جواب گرداندن نمیتواند، زیرا با جای ضعیفش ضربه خورد. یعنی او رو همچون هویت مردی او زیر شبهه گذاشته می شود که تو مرد خوب نیستی و این مردم نتوانستن از این حالت برآمده. شخصی یک نفری رفت قرض کرد، قرض گردنده آوردن، نتوانست که بالا اون تحقیر و دیگر علاوه شد که قرض خواهان اومدن گفتن که تو چه خیلی انسان هستی، چه خیلی مرد هستی، پول ما گرفتی گردنده آوردن نمیتی و این آدما ناعلاج به خودکشی دست زدن. یعنی ما میتونیم در مسئله تحقیر حتی در حالتی که و همچون مفهوم جنایی استفاده برده می شود، این مفهوم این چیزی قصدن کرده شده است، ولی حتی بعضا ما حتی در اون حالتی که گویا نادانسته میکنیم واقعا ما قصدن میکنیم، برای ما چیز لازم است از همون آدم. ما مثلا اون مرد تحقیر کردیم به خاطر اینکه او فعال شود و خواهش ما را اجرا کند. من همسری هستم که میخوام که چون همسایه دیگر معرکه کلان داشته باشم، من مادری هستم که میخوام پسرم چون پسر دیگر رو پول بسیار بیارد. یعنی این خودحس خودخواهی من است و من خواستم که این چیز رو از اون آدم کشیده بگیرم با راه زوری، با راه مجبوری و با این حتی در حالتی که ما گویم که فکر میکنیم که ندانسته این کار رو کردم شاید عاقبتش رو نمیدونیم، ولی همون لحظه این شخص تحقیر کننده میدوند که شخص دیگر رو آزار میدهد. در هر صورت در تحت شورش میدوند. اگر در حد شور اون رو حس کردن نخواهدم، اعتراف کردن نخواهدم، در حد تحت شور این چیز رو خوب میدوند. از همین سبب من بسیار میخواستم که بینندگان ما در هنگامی که با خاندان خودشون، با نزدیک خانه خودشون صحبت میکنند در این مسئله احتیاط کار باشند، زیرا اینجا ضربه هایی است که علاجش مشکل تر است نظر حتی به حالت های بیرونی. در وقتی که در بیرون دو نفر جنجال میکنند در میدان در بین مردم، دیگران همچون قاضی قضاوت میکنند و معمولا شخص تحقیر کننده رو هیچ کس تعریف نمیکند. شخص تحقیر شونده رو نسبت او مردم یک مهربانی میکنن، دلبرداری میکنن، هم در دلشون میگن که خوب نشد مرد رو در بین معرکه شرمنده کرد، رنجاند، آبروش ریزاند، کار خوب نشد. ولی در حالتی که در خاندان است اون شخص تحقیر شونده از یگان طرف حمایه ندارد. بعضی مردم به درجه عادت میکنند که حتی وقتی پدر تحقیر میکند مادر حمایه نمیکند و مادر تحقیر میکند پدر حمایه نمیکند. برای مردم، برای اهل خاندان یک چیزی مقرری میشود و حتی که این چیز رو وقتی کلانسالان این گپ میگن کودکان دیگر خاندان این گپ داشته میگیرن و آنها هم این کلمه رو میتونن، کلمه‌ای که برای شخص دیگر بسیار دردناک است برای اون کودک، برای اون نهر است، اون رو گشته برگشته تکرار کنند و روحیه او را شکسته کنند. از این سبب ما گمان میکنیم که از بس که قانون مثلا خشونت خانوادگی همچون قانون پیشگیری کننده عمل میکند، در اونجا مسئله تحقیر هم آورده شده است. ما باید بسیار به احتیاط باشیم، زیرا در عائله فرزند به تربیت می‌یابد و از خوشبختی فرزند اگر که رسالت ما باشد، یکی از وظیفه های انسان نه تنها تولد کردن فرزند بلکه تربیت کردن او و با او دادن ملکه های خوشبختی است. و اگر که این چیز را ما به خاطر بیاریم، ما باید نسبت اعضای خاندان خودمون، نسبت فرزندانمون، نسبت پدر و مادرامون، نسبت آنهایی که از ما همین حالو وابسته‌اند، دست نگرند، خیلی با احتیاط باشیم که بعضا قهر بیرونه رو علم عیسی رو از موسی گرفته فرزندان خودمون رو نرنجانیم و هنگامی که فرزند رو کلان میکنیم، خصوصا در مسئله فرزندان و خصوصا نورسان میخواستم بینندگان ما به احتیاط باشن، زیرا نورسان خیلی حساسند، خیلی آسیب پذیرند و در این دوره اگر که طلبات آنها، احساسات روانی آنها به نظر گرفته نشود و عباره های تحقیرآمیز نسبت آنها استفاده کرده شود، ما میدونیم که عاقبت بسیار ناخوش دارد. ما میدونیم که مثال های زیادی خودکشی نورسان و از خانه گریخته رفتن نورسان هست. وقتی که با این نورسان صحبت میکنید با آنهایی که از خانه گریختند یا که قصد خودکشی کردند، وقتی که میبینید یا مادر یا پدر یک گپ تحقیرآمیز را نسبت آنها گفته است که آنها هضم کردن نتوانستند و این حتی در حالتی که ما اون نورس که به خودکشی دست رسی کرده او رو نجات میدیم، اون که از گریخته رفته است او رو برمیگردانیم برای اینکه مناسبت آنها با پدر و مادر سالم شود خیلی خیلی مهلت زیاد لازم می شود و بدتر چیز دیگر آن است که این فرزند میتواند در آینده همین عمل را نسبت فرزندان خودش تکرار کند. از این جهت تحقیر یک چیزی
کلمه همگی از همگی 6 حرف دارد ولی خیلی تاثیر و ضربه های خطرناک در قفای خود دارد که هنگامی که ما در مناسبت با کسی با نزدیکان خودمون با دوستان خودمون با آدمانی که از ما بلند مرتبه‌اند با آدمانی که در برابر ما هستند هنگامی که ما در جایی که دل خودمون غش آورد کاری از جانب او به ما معقول نشد باید احتیاط کنیم که او رو تحقیر نکنیم علم خودمون رو از او نگیریم اگر که ما به پایه او نرسیدیم می توانیم از سایه او افتخار کنیم بگیم این دوستی من است این برادر من است که به این پایه رسید ما می توانیم از دانش او استفاده بریم این مصلحت برای آنها است که در دلشان حسود هنوز به حد عالی نرسیده است و شخصی که به درد حسود گرفتار نشده است اونی که بیمارگونه است به او معالجه لازم است ولی بعضا می شود که حسود حس حسد ما در صحبتمون گفته بودیم که از اندک سر می شود وقتی که در حالت اندک است کوشش کنید که از اون آدم سخت نرنجید که از او شما پیش رفت کوشش کنید از تجربه او استفاده برید از آبروی او استفاده برید در سایه دولت او تا اندازه راحت کنید چرا نه اگر دوست شما شخص معروف باشد آبرومند باشد در صحبتش باشد همصحبتش باشد از همصحبت‌های چیزی یاد میگیرید و زندگی همیشه چیزهایی را به ما میدهد که اونها نعمتند و تنها کمبینی ما میتواند که اون نعمت ها رو ما به زهر تبدیل بدهیم و من گمان میکنم در مورد تحقیر هم انسان ها اگر خواهند در جستجوی راه بهتری حل مسئله باشند اون رو پیدا میکنند و کار رو به تحقیر و به خشونت و به زورآوری و به آزارها و به بیماری ها نمیرسانند برای اون که در دنیا یک ملت شود برای اون که جهانی شود یک بشریت یگانه شود یک دولت باشد و یک عمل باشد و یک چی باشد یکی از چیزهایی که این چیز راه میگیرد البته این فرهنگ های ملی خلق های گوناگون است و فرهنگ ملی گم می شود نیست می شود اگر ما تربیه فرهنگی تربیه ملی نسل نورس رو نکنیم مثلا برای مردم ما بسیار مشکل است وقتی که کودکی که هنوز چی اطلاعات ندارد هیچی نمیفهمد برای حقوق او رو گفته های پایمال نکرده تربیه نکردن و اون رو هنوز کودکی منطق رو نمیدوند و چیزهای اخلاقی رو نمیدوند با اون صد با او گپ زدن سبب اون میشد که اون کودک بعضا گویم که از حد میگذراند میتواند کارهایی رو کند که حکومت مثلا مجبور شد که مسئولیت پدر و مادر گفته قانون قبول کند یعنی که ما البته باید بدونیم که بعضا تحقیر اندکی که در آدم بداند که تحقیر می شود و تحقیر این چیزی شخصیت است یک چیزی است که در شخصیت فقط پیدا می شود کسی که خودش می شناسد کسی که یک دستاوردهای چی دارد از اون ترسیده بعضا آدم ها عمل های گویم که غیر مطلوب نمی کنند از اون جمله کودکان هم برای همین با دانستن همون در کار که یک حد و حدود خودش دارد بعضا آن را همچون یک چیزی واسطه تربیوی و که واسطه تهدیدی که چنین شدنش ممکن است تا اینکه به همون سمت درست برود استفاده بردن ممکن است ولی البته نصیحت مصلحت باشد و همچون وقتی که حتی در همین مورد هم استفاده تحقیر چندان ضرور نیست یعنی که خودان گفت پیشکی گفتن نکار که چنین شدنش ممکن است مثلا آدمی که همچون آگاهی یعنی که آدمی که به یک جای رسیده است و از همون زینه خود میبالد همون زینه خود متکبر میشد همون زینه خود مثلا کارهای میکند که سبب مشکلات هم خود او و نزدیکان او شدنش ممکن است برای همین گفتن ممکن است در این حالت که ما میدانیم که مثلا متکبر در شعور مردم ما چنین آمده از زیر شعور تحت شعورشون که متکبر دشمن خدا است یعنی که این میدونن و برای اون که چنین نشود انسان ما بعضا برای همون آدمی که یک چیز به دست در آورده است ما همون چیزا احتیاط کرده میتونیم بگوییم که انا همین تهدید شدنش ممکن است و برای اینکه پیشگیری همون تهدید شود اندکی تربیه تحقیری به شکل یک نمودی گوییم که آگاهی یا که به شکلی که بودنش ممکن است پیشنهاد کردن ممکن است و از بین بردن آن تماما فکر میکنم که مثلا خوب نیست چون که زهر در اندکی او معرفیت هست هرچند که زهر است
مثلا زهر مار 300 مراتب سوز کرده می شود و سبب منع کردن خونروی می شود. تصور کنید خیلی دارو می شود، ولی در حالت مقداری معینی می تواند که انسان را زیان رساند. برای همین در این حالت ما یک نازکی را بدانیم که اگر حالا ما چنین شود جمعیت ما که یک گپ نگفته پگاه فهمید که در سود داده هستند و تصور کنید که باز بعضا شمشیر رو به کسی می دهند که او با شمشیر مناسبت کردن رو تواند. مثلا دموکراسی پوره که حالا ما میخواهیم که در آینده در ملت ما شود، حالا از امکانات بیرون از پوره شدنیان که چون که هنوز مردم احساسات نسبتاً بلندتر دارند به حیات. اصلا دموکراتیا یک چیزی ساخته، یک قالب تیار نیست. هر ملت، هر فرهنگ در دایره فرهنگ و امکانات خودش، در دایره ارزش‌های والای خودش دموکراتیا رو برای خودش می‌سازد. این یک چیز است. ولی در مسئله تأخیر من در هر صورت من با شما روزی شده نمیتوانم که همچون معیار تربیت در جای استفاده کردن ممکن باشد. تنقید بله، نصیحت بله، آگاهی بله. و حتی در مثلا با نورسان بسیار از پدر و مادران بسیار میخواستم که بسیار با احتیاط باشند. بعضا در مکتب ها، در جایهای جمعیتی، در کوچه ها جوانان خودشان حس میکنن که هم دیگر رو تحقیر میکنن یا که حس میکنن قصدن این کارا میکنن. مثلا یک بچه پیشرو رو که خوب میخواند، اعلی است، رو کش میکنن که بچه‌ای که نمیخوان درس تیار کنن رو به هر راه کش میکنن که پیشرو نباشد. در این مورد نورسان در خانه این چیزو نقل نمیکنن، در دلشان میموند. وقتی که مثلا در ادبیات روانشناسی خیلی مثال زیاد هستن که یک نفر مثلا از زمان کودکیش، از دوره نورسیش یک تحقیر در دلش بوده است و همین یک عمر در دلش مانده است. بله میشود که بعضا این باعث پیشروی میشود. یک کس من گفت که انا تو آدم بی‌عقل هستی و من برای که با او اثبات کنم شاید تمام عمر کتاب میخونم که همیشه با عقل باشم و با عقل تر باشم. حتی در همین حالت هم بعد چندین وقتی که آدم تصادفاً اون شخص تحقیر کننده رو میبیند، همون الان به خاطرش میاد که من رو رنجانده بود. این زخم از دلش نمیرود و هنگامی که نورسان به این حالت گرفتار میشوند، پدر و مادران باید بسیار با دقت باشند و در همین در آهن رو در گرمیش میکوبند، در همون تازگی این درد او رو از دلش برارن. مثلا یک نفر اگر رو تحقیر کرد، پسرم سببش رو فهمونن که اون جوان تنبل است، نمیخواد که مثلا پیشرو باشد، حوصله قوت صرف کردن دانش جمع کردن نمیخواهد، برای همین یا حسد است یا روح دیگر پایان فرو آوردن است. از این سبب به این چیز دادنش از وی نرنج، احوال خودش از او هست، احوال تو بهتر نیست وی و همون ترس خودش رو، حسود خودش رو با همین روح میخواد پنهان کند و از دل جوانان این چیز رو برآورده توانستن لازم است. تنقید چیز دیگر است. تنقید واقعا چیز مهم است و به فرزند عملهای نادرستش رو فهماندن لازم است و اون رو برنجاندن. اگر وقتی که منطق داشته باشه، مثلا بیماری ایمونیتت رو به قوت میکنند و قوای مسئولیت رو. تأخیر بیماری شخصیت است و اندکی آن یعنی آن واکسیناسیون آن اندکیان شخصیت رو به قوت میکنند نسبت به تغییراتی که در آینده خواهیم نخواهیم میشن. و چیز دیگری که میخواستیم اینجا قید کنیم این اون است که البته در نتیجه نبودن تحقیر مثلا ما چی در سطح اولاد و خشتبار چی در سطح مثلا ملی احتیاط کنیم، ولی نقطه نظر مردم جهان رو پوشانده نمیتوانیم. یعنی آفتاب رو با دامن نمیشد پوشاندن. خواهیم نخواهیم باید از دیگر طرف ها پیدا می شود و برای همین اندکی آن میتواند که شخصیت رو رشد دهد، شخصیت رو بقوت کند، ایمونیتت شخصی اون رو، مسئولیت شخصی اون رو بقوت کند. این تنها در حالت میتواند، این رو به هر پدر مادر کردن نمیتواند. البته این باید نازکی مسئولیت پسیکولوژی داره. بله اون پدر مادر باید به درجه با علم پسیکولوژی پداگوژی آشنا باشن که همون معیار رو معین کرده توانند. برای همین این چیز خیلی خطرناک است اگر که خودشون ندونند که چی کار میکنند و دل فرزندش کنند. من مثلا مثال های دارم در زندگی از میزوجان که حتی جوان های 20-25 ساله در جوانی نرفتن از عائله پدر و مادرشون، ولی بعد از اون عائله به طرز دیگر روی گرداندن. مثلا اگر عائله دنیوی بود اینو رو آوردن با همون با دین، حتی با رویه های نادرستش، به خاطر اینکه زمان آنها رنجیده بودن از همون پدر، از همون تحقیر دیده بودن. بعد وقتی که دیرتر با این آدمو صحبت میکنیم میگه که در پدر رو تحقیر کردن نتوانسته است، جواب گرفتن نتوانسته است. در فرهنگ ما چنین است که در روی پدر چی میگویی؟
یا که در روی مادر جواب کردن نمیشود. بسیار کم است که در اویله تربیت دیده فرزندان برای پدر مادر خودت چنینی گفته نمیتوانند. ولی بعد چندین سال وقتی که در صحبت ها بیرون میبرد میگه که پدرم در وقتش من همیشه گفته بود من نخواستم با او مانند باشم. من به این راه رفتم. یا که برعکس اگر وای پدر بسیار سختگیر باشد از نگاه دین بچه میرود مایزده میشود. در جای وقتی که دیرتر میکوبید زمانی گپی گفته شده است که در ضمیر این بچه مانده است و بعد 25 سالگی 30 سالگی به مایزدگی و نشمندی گرفتار شده است. وقتی سببش میکوبید چخوردار میروید میگه که من هم خیلی گفته بود من نخواستم با او مانند باشم. زیرا شخص تحقیر کننده است. او برای من نمونه عبرت بودن نمیتواند زیرا مرا رنجان. این گپ شاید از من 20 سال گذشته است 15 سال گذشته است. برای همین برای همین در این مسئله اگر پدر مادر استفاده کرده خواهند این اصول رو باید خیلی با احتیاط باشن، خیلی دانشمند باید باشن که چون همون دختری که همون معیار زهر رو همون قدر لازم است استفاده کند از اون معیار استفاده نبرد و بیمار رو نکشد. البته در بسیار نازک قید کردید چون این است باید البته به مصلحت متخصص لازم است و با واسطه مشق‌های روانی ممکن است که از همون تحت شعور همه چیز گرفت. بسیار وقت ما میبینیم بعضا یک بیمار میشود کودک و کودک صحت میشود و اون خیلی اذیت میکشد. وقتی تصور کنید بعضی حالت ایمونیتیتی او عمری میشود. چقدر سخت‌ترین همون عمودی بیماری هم بیاد و رو زدن نمیتواند. و من برای همین همون جای طلایی آن را میخواستم بگویم که پورا از بین بردن ولی یک معیار نازکی آن را رعایت کردن. ما مثلا اگر پورا از بین بریم و ترسی تهدید نباشد در نهاد انسان این فقط تعریف می شود. فقط انسان رو طرفهای مثبتش گفته طرفهای منفی او فراموش میشن و این سبب اون میشد که انسان رشد نمی کند. خواهید که انسان منع شود در انکشاف رشدی او رو تعریف کنید. برای همین تعریف فقط شعور کیهان برداشت میکند. هر کس دیگر میتواند که سبب آن شود که معینه کرخت شود و اون کرختی که مثلا ما در زمان سالهای 80 حکومت شروع دیده بودیم. انا اون یک سبب هاش همین بود که ما افضلیت چی بود؟ افضلیت چیزهای مثبت در چی واسطه اخبار عموم و چی در شعور مردم استفاده برده میشد. واقعا وقتی که تعریف از معیار میگذارد این انسان خودش برای تحقیر خیلی آسیب پذیر میشود. با اندک گپ با یک شوخی عادی هم تحقیر مییابد. میتواند که چون که نازکی همون نازکی شخصیت حساسیتش بلند می شود. شخصیت این یک رشد مانند تن، مانند عقل، مانند فرهنگ در درون انسان است که اعصاب جمعیت داده می شود. و می خواستم در آخر یک حکایت یک داستانی را بیارم که من که ها اینو بر وقت خونده بودم در یادم ماند در جنگل همه درختان یک خیل می رویدند و آنها از شعله های آفتاب حلاوت می بردند ولی یک درخت بسیار تیز بالا رفت و همه وقت رو همون نزدیکانش می گفتن که بالای بسیار نرو تنت بقوت کن استوار باش که این میخیل آفت‌های در زندگی هستند که نام شمال است و اون که جوان بود و نمیدانست از شمال اون درخت باز با سرعت‌تر میرفت و از اون که از آفتاب و از هوا و از تماشای منظره هایی که او میدید اطراف رو و اون بیکناری بیش هزار حلاوت میبرد و این سخن‌ها در گوش او نمیرسیدند و روزی شد که شمال سختی آمد آن درخت شکست. این همین نشاندادی آن است که بعضا ما باید در مناسبت در گوییم که تربیه در مقصد ناک در چیزها حلاوت هایی که از زندگی میبریم و نعمت هایی که به دست میاریم باید احتیاطکار باشیم که زندگی یکسان نیست و حکمت این سخن همین است که زندگی یک پستی و بلندی های خود دارد که آیا کی استوار بودن میتواند و من به ملت خود استواری خواهانم و حالت هایی می شود که چیزهایی که می شنوند البته ما
چنین فرهنگ داریم که بسیار وقت آن را توقف میکنیم، یا که جواب سری وقتی میدهیم، یا اینکه اصلاح میشویم و بدانیم که در این حالت شخصیت به قوت میشود و البته معیار را در مناسبت رعایت کنند و بدانند که هر چیز که از معیار گذشت آن میتواند که مشکلی ها بیارد و باقی سلام. پیش از همه باید خودمون دانیم که کسی که ما رو تحقیر کردن میخواهد او پیش از همه خودش تحقیر می شود. خودش شخصی است که در دلش درد تحقیر را دارد و اگر که برگردیم به فرهنگ والای خودمون، به خاطر بریم ایجادیات مولوی رو میگه که ما صاف دلانیم که به کس کار نداریم، خلقی است به ما دشمن و ما با همه یاریم، ما شاخ درختیم پر از میوه توحید، هر ره گذری سنگ زند آر نداریم. واقعا این بیت خیلی در این غزل خیلی خوب آورده است استاد بزرگ مولوی، اصول های حفظ انسان را از همه گونه هجوم های روانی بیرونه، از جمله تحقیر. از درون آباد باشید، نسبت خودتان با احترام باشید، شخصیت خودتان رو خوب شناسید و بگذار هرگز ضرر تحقیر به شما نرسد. در اینجا برنامه ما به انجام میرسد. تا صحبت آینده امید داریم که با شما در موضوع فکرهای بیزار کننده یک مصلحت های داشته باشیم و تا دیدار بگذار خاندان شما همیشه آباد باشد و ما در صحبت آینده با شما در موضوعی که باز هم برای شما مهم است، فکرهای بیزار کننده، به شما چیزی گفته توانسته باشه.